دو فرزند خدایداد نصرتوف یک ساکن رشت محصل مکتب می باشند. صبح 20 اکتبر فرزندان او از والدینشان طلب کردند که به هر کدامشان 1 کیلوگرم چهارمغز بدهند، در عکس صورت آنها به مکتب نمی روند. خدایداد می گوید قبلا به بورپولی و ژورنال پولی و دیگر پولپرسی های فرزندانشان برای مکتب عادت کرده بود، اما طلب چهارمغز او را حیران کرد. اما فرزندان او نمیخواستند بدون چهارمغز به مکتب روند و این قهرمان ما مجبور شد با دیرکتور مکتب تماس گیرد و اصل قضیه را فهمد. خدایداد از قبل دیرکتور مکتب میگوید طلب چهارمغز از خوانندگان با دستور مدیر معارف ناحیه صورت گرفته است و باید قرض اجاره کتاب از سالهای پیشین را پرداخت کند. خدایداد میگوید اگر به شرط چهارمغز ندارید 10 سومانی پول میارید. سحر خیزم فرزندان گریه دارن ما چهارمغز نداریم بیا ما دست پول ده. من گفتم اخی این در یگان قانونگذاری نیست، چی باید باشد؟ زنگ زدن دیرکتور مکتب گفت که ما را مدیر معارف فرمان داده است که از هر یک خواننده 1 کیلوگرم چهارمغز جمع آوری کردن میورید. اگه دارن مردم. این ساکن رشت ادعای مسئولین ناحیه درباره فراوان و در قدیراه بودن چهارمغز را رد کرده سوال میگذارد که مگر چیزی در قدیراه پرتافتگی در بازار 10-12 سومانی نرخ دارد؟ طلب آوردن چهارمغز برای برگرداندن مبلغ قرض اجاره کتاب‌های درسی به گفته والدین 2 روز قبل از جانب مدیران مکتبی ناحیه رشت صدا داده است. این طلب غیرعادی در حال صدا داد که هفته قبل در یک جلسه در وزارت معارف و علم تاجیکستان مسئله قرض اجاره کتاب‌های درسی از سال‌های پیشین بررسی شده. چند مدیر معارف برای برنگرداندن قرض‌ها تن به هم گرفتند. یک مسئول اداره معارف ناحیه رشت روز 20 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که این تصمیم با مشورت مسئولان وزارت معارف و علم راه اندازی شده است. با گفته او شما مبلغ مسیتونه ستاندن مبلغ معنی شما میتوانید که در همه کوچه و رسته خود چهارمغز هست 1 کیلو خود یا 1 کیلو چهارمغز جمع آوری کنید و دیرکتور مکتب با سودا بگذاره و کریتنسش بره شعبه معارف نشان بدید. این منبع گفت رهبران مکتب‌های میانه چهارمغز و خوش و کاغذ پاره و آهن پاره جمع کرده خوانندگان را به سودا گذاشته مبلغ آن را به امانت بانک میسپارند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که به مدیران معارف تنها سپارش شده است که یگان راه دسترس را پیدا کرده قرض اجاره کتاب‌های درسی را برگردانند. شهلای عبدالعلی زاده یک مسئول ریاست مکتب‌های میانه وزارت معارف در صحبت با رادیوی آزادی گفت سرکشی پدر و مادران است که مبلغ کتاب قرض داشتگی است. اگر مبلغ پیشینه قرض وای شود کنده شود و قرض کنده شود پول کتاب آورده شود با کتابای از نو چاپ کرده تقسیم کرده میتونه وزارت. خیلی دیرکتورای گفته بودن که راه شیوع پیدا گفته. قرض اجاره کتاب از مشکلات عمده در مکتب‌های کشور بوده. طبق آمار قرض آنها میلیون‌ها سومانی را تشکیل می‌دهد. هرچند قبلا در بعضی از منطقه‌ها برای پرداخت قرض کتاب مبلغ علاوه‌ای طلب می‌کردند، اما این تجربه نادر است که از خوانندگان محصولات طلب می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که وزارت معارف شفافیت در سمت فروش کتاب‌های درسی را درست به راه نماند، قرض‌ها زیاد می‌شوند. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک که درباره چاپ کتاب‌های درسی و مسائل وابسته به آن تحقیقات ژورنالیستی انجام داده است میگوید وقتی خواننده برای مبلغ پرداخت کردهش برای کتاب رسید دریافت نمی‌کند خطر آبله شدن این مبلغ‌ها خیلی زیاد است. به قول یعقوب سعید در حالی که دولت از بخش خصوصی طلب می‌کند که برای هر فروششان رسید بدهند، چرا در نهادهای زیرتابع وزارت معارف چنین عمل جاری نمی‌شود؟ جناب سعید افزود همین رعایت نکردن مثلا فایده‌ها از جانب خود دولت، مثلا فایده‌های فروش، یعنی نداشتن نپرداختن چک حساب و کتاب دقیق نداشتن، این باعث میشه که پول گم شود. خواننده این نیست که پول مکتب نسپارد. امیدوارم حتما از اگر که مثلا نگاه کم بغل باشد در سین فلسفات دیگر را شاید پول جمع کرده میتواند. از روی مقررات سالهای اخیر وزارت معارف مکتب‌های میانه را با کتاب‌های ضروری درسی تأمین می‌کند. مکتب در دوام 3 سال این کتاب‌ها را به اجاره داده، خرج نشر کتاب‌ها را از این حساب باید به وزارت برگرداند. بعد از 3 سال این کتاب باید رایگان در اختیار مکتب گذاشته شود. ولی با سبب مشکل جمع آوری مبلغ اجاره کتاب قرض عمومی مکتب‌های تاجیکستان از مرز 20 میلیون سومانی گذشته است.